طیب الله انفاسکم. احسنت، باریک الله، احسنت. خیلی خوش آمدید عزیزان، زحمت کشیدید. من امروز میخواستم کوتاه در 2 جمله حکم دادگاه انگلستان رو خاطر نشان کنم. این حکم دل نبود در هر صورت. جان نه خیر، خشت هم نبود. بله نه خیر، بی پیکاپ نه ایوالله انفاسکم، ایوالله انفاسکم، احسنت، باریک الله، نه خیر، نه خیر. ولی فقیه گیشنیز هم نبود، نه خیر، نه. حالا من خودم میگم، من از همینجا اعلام میکنم که به ملت‌های منطقه بدانند این حکم آخر بود، یعنی دست آخری بود که بازی میشد. و البته دست خوبی دست ما نیامد. مسئولین نظام جمهوری اسلامی باید بدانند، ایوالله انفاسکم، باید بدانند که باریک الله، خواهش میکنم، باید بدانند که این بازی به پایان رسیده است و آخر این بازی منم. چه گفتم؟ گفتم آخر این بازی منم. آخر این بازی منم. درد تنم بیج و کتک خورده منم، حتی توی انگلیسم مشتو زدن تو دهنم. حالا میخندن بریشم اونا که توی لندنم، بیست رو یکی جر میده و باقی براش کف میزنم. چی شد اون پولا که رفت پای میز مذاکرات؟ کجاست اون جک که برامون بفرسته صلوات؟ آخر این بازی منم، سر و کلم میزنم، چکش قاضی دوباره کوبیده شد توی سرم. اینجوری بیچاره میشم، افتادم و پا نمیشم، مثل همون لیست دارم جر میخورم پاره میشم. آخر این بازی منم، تو سر و کلم میزنم، چکش قاضی دوباره کوبیده شد توی سرم. اینجوری بیچاره میشم، افتادم و پا نمیشم، مثل همون لیست دارم جر میخورم پاره میشم. لبنانم جفت رو عکسمون میرن، هر جا که حرف ترور یقه ما رو میگیرن. چی شد اون ولایتی که وعده داده بود ما؟ واسه درمون همین دردا میگم اتم